بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک بار دیگر به تمام خواهران عزیز، امروز با هم در درس اخلاق درباره دهه ذوالحجه و فضیلت های آن و این چنین درباره قربانی انشاءالله وقتمون رسید صحبت میکنیم. چگونه که آگاه هستید الکی امروز روزی 28 ذوالقعده می باشد و الله نصیب کرده باشد یکی فردا اگر ماه را دیدن، ماه ذوالحجه را، پس فردا یکم ذوالحجه هست و قربانی میکرده ها باید از پس فردا شروع کنند به ناخن نگرفتن و به موی بدن دست نزدن و اگر فردا یا پگاه ماه را ندیدن پس فردا انشاءالله بعد از 3 روز می شود و روز دوشنبه صحت سلامت باشیم می شود 18 روز یکم ذوالحجه و دهه ذوالحجه. خواهران عزیز، بعضی از علما میگویند حتی از ماه رمضان فضیلتش بالا هست و دهه ذوالحجه است که پروردگار قسم میخورد که ولیال عشر و قسم به آن شبهای دهگانه، شبهای دهگانه که حدیث در بخاری از پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند یگان روزی نیست که عملها مانند این روزها دهه ذوالحجه در نزد پروردگار دوست داشته تر باشد و هر کاری که شما میکنید از تمام عملها بهتر است در دیگر وقتها. و وقت صحابه ها میپرسند و حتی جهاد، پیامبر میگن حتی جهاد، مگر اینکه یک نفر هم جان خود را و هم مال خود را گرفت و برای فدا کردن از خانه برآمد و هر دو را، یعنی هم جانش را داد هم مالش را داد، این شخص در دیگر روزها این کار را کرد و اجرش بالا هست. اما دیگر یگان کار مانند کارهای ثوابی که شما در دهه ذوالحجه میکنید به آن برابر نمی شود و این بهترین روزها و یک موسمی هست که مایان میتوانیم برای خود حاصل عملهای چند ساله خود را جمع کنیم. روزهای هست که گناه ها بخشیده می شود، روزهای هست که انسان مانند کودک نوزاد یا کودک نو از بطن مادر برآمده از گناه های خود پاکیزه می شود. روزهای هست که وقتی انسان به الله تضرع می کند دعاهایش اجابت است. یعنی ما در یک دهه خیلی بزرگ که در این دهه عبادت های مشهوره که در یگان روز دیگر نیستند، مانند هم حج کردن، هم قربانی کردن، هم روزه داشتن، هم صدقه کردن است. در این دهه ما میتوانیم با عملهای خود و با کوشش خود در نزد پروردگار انشاءالله قدر و بزرگی دیگری رو پیدا کنیم. و درباره دهه ذوالحجه خواهران عزیز، وقتی پیامبر گفتن عملهای صالح و پروردگار خیلی دوست داشته تر هستند یا عملهای این روز مانند یگان روز دیگری سال نیست، شما هر عملی که هست و اون عملی ثواب است یا عبادت است و هر عملی که پروردگار آن را دوست می‌دارد و از آن راضی هست میتوانید انجام دهید. و اینجا میگن سعید ابن جبیر تابعین مشهور میگن وقتی که دهه ذوالحجه داخل میشد، هم عالم هستند، میگفتن چراغ ها رو خاموش نکنید، در این شبها باید ما بیدار خواب باشیم، در این شبها ما باید با عملهای صالح عبادتهای خود را انجام دهیم. و این دهه یا گفتیم این روزهای هستند که شما دیگر در بقیه سال اصلا پیدا کردن نمیتوانید. و 10 روز اگرچه روز عید است و اکثریت ما مردم عادت داریم روز عید دیگر فقط با خوردن و با گشتن یا گفتیم عموما با استراحت کردن روز را گذرانیم، اما 10 روز هم روز عبادت است. یعنی روز عید هم خود یک روز عبادت است که فقط نباید به خوردن و به خوشحالی کردن صرف شود. و از عملهایی که در این روزها کردید اجر ثواب زیاد دارد البته روزه است. روزه شروع می شود از روز دوشنبه یا اینکه یک شنبه انشالله فردان را دیده اعلان میکنند و تا روز 10 روز عید البته روزه گرفتن ممکن نیست، فقط که
تا وقت قربانی کردن گرسنه ماندن سنت پیامبر است. یعنی کسایی که قربانی میکنن از سحر چیزی نمیخورن، پس از آن وقت قربانیشان شد از گوشت قربانی میخورن، یا گفتن نه ما قربانیمون بیگاه میشود یا دویم روز عید میشود، در اینجا میتوانند بعد از نماز عید چیزی رو بخورن. حدیث در سنن ابو داود است که پیامبر صلی الله علیه و سلم این 10 روز ذوالحجه را روزه می گرفتند و علل خصوص روزه عرفه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند 1 سال پیشتره و 1 سال بعدینه را امید دارم که این روزه کفاره کند. یعنی گرفتن روزه در این روزها را باید تصمیم گیریم، چون عمل صالح هست که پروردگار به آن اجر و ثواب خیلی زیاد میدهد. از چیز دیگر البته در این روزها روزهای ذکر است و باید واذکروا الله فی ایام معلومات میگوید، یا و یذکر اسم الله فی ایام معلومات میگوید. الله در این روزهای معلوم یعنی جدا جدا شده و تعیین که دیگر با نامش و با روزهایش بین مردم شناخته شده است پروردگار را ذکر میکنند. و حتی بعضی از صحابه مانند ابو هریره، عبدالله ابن عمر در بازارها در این روزها الله اکبر لا اله الا الله، الله اکبر ولله الحمد میگفتند با صدای بلند که مردم این روزها را با عبادت سپری کنید. این روزها روزهای عبادت می باشد. و البته که خیلی میدونید این روزها روزهای حج هم هست، اگرچه در روز 8 حاجی ها شروع میکنن به مینا رفتن، و روزهای عمره هم هست که عمره در این روزها ثواب خیلی زیاد دارد. و فراموش نکنیم نمازهای نافله را، نمازهای شب را، البته ختم قرآن که بهترین وسیله و نزدیک شدن به پروردگار این کتاب پروردگار است. آیت ها و کلام الله هست. با ختم قرآن، با خواندن قرآن می توانیم به پروردگار نزدیک گردیم. و این چنین عمل های صالح زیادی دیگری هم هست، مانند احوال پرسی کردن از خویش و تبار، صله رحم کردن، رفته خبر گرفتن، اگر محتاج هستند و تا امروز بخبر بودیم به آنها کمک کردن، چون صله رحم عبادت مخصوص است. عبادتی هست که پروردگار از زبان پیامبرش کننده آن را در دنیا بشارت داده است که آنهایی که صله رحم میکنند عمر آنها دراز می شود و پروردگار در رزق آنها برکت می دهد. و البته همیشه یعنی زبان را با سبحان الله و الحمدلله، الله اکبر، خصوصا با تکبیر الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر ولله الحمد گفتن باید این روزها رو سپری کنیم. اینجا مشکلی در آن است که بعضا میگویم نه انشاءالله من همین 10 روزه رو خوش رو میگذرانم، ولی وقتی که 10 روز میشود با چیزهای دیگر مشغول میشویم و بیخبر میمونیم که الکی 10 روز به آخر رسید. برای همین چگونه که در رمضان گفته بودیم خواهران عزیز، از حاضر برای این روزها یک نقشه خوب بکشید، خصوصا وقتی روزه میگیریم. روزه به وقت ما برکت میدهد. انسان‌های روزه‌دار مانند انسان‌هایی که روزه‌دار نیستن اصل و وقت را سپری نمی کنند. در روزه گرفتن برکت وقت است. در روزه گرفتن ضعیف شدن شیطان است. در روزه گرفتن زیاد به یاد الله بودن و به یاد کمبغلان بودن و ضعیفی خود را حس کردن است. و همیشه میدونید که آن گناهایی که انسان در وقتی روزه نداشتن میکند در روزه داری تقریبا 90% آن را نمیکند، به آن دست نمیزند. روزه در حقیقت یک نگهبانی هست، جنه هست، یعنی نگهبان است. برای همین خصوصا با روزه گرفتن می توانیم عبادت ها را در این ماه ان شاء الله زیاد کنیم. و چه خیلی که گفتیم خواهران عزیز، این روزها آن روزهای نیستند که من و شما بگویم روزهای عادی است. نه، این روزها روزهای هستند که صحابه و پیامبر و بزرگان همیشه مثل رمضان انتظارش بودند و خوش به حال حاجیان، آنهایی که این روز را در مکه مکرمه میگذرانند، در مسجدی که در آنجا یک رکعت نماز برابر 100,000 نماز است. و پروردگار سال دیگر ما و شما را هم الهی نصیب کند که در این دهه ذوالحجه در نزد خانه‌اش در عبادت خودش باشه. و در دهه ذوالحجه یکی از عبادت‌هایی که
یعنی برایش تیاری میبینیم چه خیلی گفتم این قربانی است. و خواهران عزیز، آنهایی که قربانی میکنن، حدیث در صحیح مسلم است، چی زن باشن چی مرد، چون اگر از خانواده فقط مرد میکرده باشد، فقط مرد، انشاءالله از روز دوشنبه یا یک شنبه چه خیلی گفتیم پگاه به ماه نگاه کرده به ناخنهایش دست نمیزند و به موی بدنش دست نمیزند. غسل کردن یا نزدیکی به همسر یکم باقی ندارد، یگانه به موی بدن و به ناخنهایش دست نمیزند تا قربانی کردنش. بعد از این وقتی قربانی کرد، بعد از آن ناخنهایش را میگیرد و موی سرش یا به موی بدنش میتواند دست زند. زنها هم عیناً همین خیر، هر خواهری که میخواهند قربانی کنند و نیت قربانی دارند، چون قربانی فقط برای مردها نیست و زنها هم میتوانند قربانی کنند و زنهای دارنده در نزد بعضی علما حتی واجب است که وقتی تو شرایط داری شوهرت کند هم خودت هم قربانی کنی. زنها هم وقتی میخواهند قربانی کنند به ناخن و به مویهای بدن دست نمیزنند. و اینجا درباره قربانی، چون ماه قربانی هم هست خواهران عزیز، ماه ذوالحجه یگانه ماهی هست که با قربانی و عملی که پیامبر صلی الله علیه و سلم، حدیث در ترمذی هست، میگن در روز عید قربان هیچ کار مانندی خون ریختن حیوان در نزد پروردگار دوست داشته تر نیست. پروردگار خیلی دوست می‌دارد وقتی شما به خاطر الله حیوانی که خواه و ناخواه انسان برای آن پول صرف میکند، خرج میکند، از مالش است، شما قربان میکنید و میگوید به خاطر الله من این را ذبح کردم. اگرچه مثلا در حدیث ضعیف است میگویند، اما در فضایل اعمال حدیث های ضعیف را گفتن انشاءالله باکی ندارد. و به ما آیت سوره حج کافی است که پروردگار میگوید لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوی منکم. شما قربانی کنید، از قربانی شما به من میگوید پروردگار نه خونش میرسد و نه گوشتش، فقط خودتون از آن استفاده میبرید. به من تقوای شما لازم است که چگونه شما با قربانی کردن میگوید پروردگارا تو فصلی لربک وانحر گفتی، من هم نحر کردم، تو گفتی قربانی کن برای پروردگارت، من هم قربانی کردم. و میدونیم که نماز خیلی عبادت بزرگ است و پروردگار صلات و قربانی را یک جایه آورد، چون قربانی هم عبادت خیلی بزرگ است و نه همه میتوانند به این قربانی به آسانی نائل شوند، چون از یک طرف وسوسه و از یک طرف نفس و از یک طرف بیا نکنم یا اینکه بیا برای بچه هایم ذخیره کنم، انسان بخیلی خود را فرو برده نمیتواند. و درباره قربانی خواهران عزیز میدانیم که قربانی اولین بار وقتی که پروردگار به حضرت ابراهیم پس از 80 سالگی فرزند داد، آن هم اسماعیل پسر هاجر را برای امتحان پیامبرش، بعد از این 85 سالگی یا پس از 80 سالگی فرزند دادم را به من قربانی کن گفت. و هم پسر و هم پدر وقتی تسلیم شدن و گفتن خدای تو هرچی میگویی ما تسلیم هستیم، ما به آن راضی هستیم، پروردگار گفت من فقط امتحان کردم، پسرت با خودت باشد، من برای تو گوسفند میدهم که آن را قربانی کن. و از آن وقت بین عرب ها هم این چیز مشهور بود و اسلام هم آمد و این را پذیرفت، یا گفتیم این را همچون عبادت بالای بنده ها سنت مؤکده به اختلاف علما نگاه کرده یا واجب کرد. اما درباره قربانی چی؟ درباره قربانی خواهران عزیز، مسئله قربانی مسئله جدی است، چون بعضیا فکر میکنن یک مال کشتن و سبحان الله نفرای هم هستن میگن ما اصلا گوشت را دوست نمیداریم، ما اصلا گوسفند نمیخوریم، ما در مثلا یخچالمون یا یخدانمون گوشت زیاد است، ما این رو به قربانی میگذرانیم. قربانی برای گوشت خوردن نیست، قربانی برای تو گوشت را دوست میداری دوست نمیداری، تو گوسفند دوست میداری دوست نمیداری نیست. چون بعضی هستن که میگن نه من قربانی نمیکنم چون در خانه من یگان کس گوسفند نمیخورد، از اینکه بچه های من گوسفند را دوست نمیدارن ما هم قربانی نمیکنیم. نه، این گونه نیست. قربانی عملی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن کسی که سعی یا شرایط داشته باشد و به قربانی نکرد، در این وقت به مسجد ما نزدیکی نکند. یعنی من کان له سعة ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، حدیث در مسند امام احمد است که پیامبر میگن تو شرایط قربانی داری ولی قربانی نمیکنی به مسجد ما نزدیکی نکن. و از همین حدیث امام ابو حنیفه و امام مالک
دلیل میگیرند و بعضی از علمای معاصر هم حتی این قول رو قول راجح و قوی میدونن که وقتی شرایط داری و قربانی نمیکنی تو گناهکار میشوی، تو گناهکار میشوی. اگرچه دیگر قولم هست که این سنت مؤکده است، ولی وقتی از خطا نکنم عبدالله ابن مسعود میپرسن که قربانی حکمش چی، عبدالله ابن مسعود میگن یا عبدالله ابن عمر بودن یا ابن مسعود، میگن آخر پیامبر هر سال میکردن. باز وقتی پرسیده میشود که قربانی حکمش چی، میگن پیامبر هر سال قربانی میکردن. یعنی برای شما برای اینکه قربانی کنید همین کفایه هست که پیامبر یگان سال رو به قربانی نگذرانیدن. هر سال پیامبر قربانی میکردن و سال حج خودشان اگرچه 100 شتر قربانی کردن، از نام همسرانشان هم یک گاو رو قربانی کرده بودن. پس مسئله قربانی مسئله جدی هست. یعنی این رو همین گونه فقط یک گوشت خوردن و من دوست نمیدارم که نباید گذرانید. و وقتی که گفتیم قربانی واجب است، این هم برای زن است هم برای مرد. و سبحان الله زنهایی هستن که شرایط دارن، میگن من شوهر ندارم یا من پسرانم میکنن من نمیکنم. تو وقتی خودت شرایط داری تو هم باید کنی. یعنی وقتی تو خودت شرایط داری، این عبادتی هست که هم برای زنها هم برای مرد درست است. اگر یک مرد گفت من از نام اهل بیت خانواده‌ام میکنم، بعضی علما میگن همین کافی. اما بعضی علما هم هستن که میگن نه، وقتی شرایط دارد زنها هم خودشان از نام خودشان قربانی کنند که این امر برای هر یک مسلمان است. پس اینجا مسئله قربانی سنت مؤکده و واجب اختلاف است و همین برای ما کفایه است که پیامبر همیشه چیکار میکردن؟ همیشه قربانی میکردن. و از اینکه حدیث در صحیح مسلم آمده است و پیامبر گفتند کسی که قربانی میکند از یکم روز ذوالحجه به ناخن و به مویهای بدنش دست نزند، باید به این حدیث هم عمل کنیم. اگرچه بعضی علما میگن این واجب نیست، از جهت مستحبی هست. اما درباره قربانی چی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی قربانی گفتن حتما سن سالش رو هم بیان کردن خواهران. یعنی هر چیز یا هر حیوان رو ما نمیتوانیم قربانی کنیم، ما فقط از بز و از گوسفند و از گاو و از شتر میتوانیم. و پیامبر خودشان وقتی در مدینه بودن 2 گوسفندی سفید و سیاهی فربهی شاخدار در بعض روایت ها اخته شده، یعنی بهترین 2 گوسفندی که هم خیلی خوشرو بود، هم خیلی فربه بود، هم خیلی گران بود، اون را قربانی کرده بودن. و این هم یک میتوانیم بگویم از همون حیله و نیرنگ است که پروردگار دیگر تقوای حقیقی را در قلب مایان جای کند. بعضیا فقط به خاطر نام قربانی شود و گذرد ارزانترین قربانی را جستجو میکنند و حتی هستند که گوسفندی بیمار یا گوسفندی که عموما به فروش نمی رود آن را کفت و کوب میکنند که مهم چه شود؟ خون بریزد. لیکن اینجا این یک عبادت است، با بهترین وجه باید آن را انجام دهیم و ان الله طیب لا یقبل الا طیبه. خداوند طیب است، پاک است، فقط پاکی بهترین چیزها رو فقط از ما قبول میکند. و در قصه قابیل و هابیل هم هست که وقتی قابیل دیگر از میوه هایی که باید به پروردگار قربانی کند پسترین های آن رو میبرد. در اینجا الله قربانی او را قبول نمی کند و از هابیل که بهترین مالش را انتخاب می کند پروردگار قبول می کند. انما یتقبل الله من المتقین، پروردگار از تقواداران قبول می کند. در دوامش گفتیم حیوان ها باید چی باشند؟ حیوان های مخصوص باشد. یعنی مثلا گاو باید حتما از 2 ساله باشد، از 2 ساله بالا، شتر 5 ساله. و در گاو و در شتر وسیع هست که می توانند 7 کس شریک شوند و یک کس اگر کرد خیلی ثواب می گیرد، مثلا یا 2 کس کردن. مهم 7 کس می توانند، از 7 کس زیاد نه. و در بوز خصوصا باید 1 ساله باشد. در گوسفند 6 ماه و 1 سال اختلاف است و برای دور شدن از اختلاف چون عبادت است بهترینش گوسفند هم 1 ساله باشد. نر است ماده است فرق نمی کند، فقط که تماما باید بی عیب باشد. یعنی نه چشمش کور یا اینکه نه پایش میلنگد، نه مثلا گوشهایش بریده هستند. حتی گوشهایش کمی بریده باشند هم مکروه هست میگن. چون در این باره حدیث است در ترمذی آمده است که
حدیث از حضرت علی روایت است که می‌دیدند که چشمانش یگان مشکلی نداشته باشد، گوش‌هایش یگان پرش کنده نشده باشد. و یک مسئله دیگر رو باید ذکر کنیم که خواهران عزیز، همچون نشانه گذاری به حیوان‌ها، خصوصاً به گاو و به گوسفند در جامعه ما، نمیدونم در طرف‌های جنوب چه خیلی است، اما در اشت ما مثلا خیلی گوش‌های گوسفند و بزها رو شکاف میکنن، یعنی کلان خیلی یک پرچش رو میگیرن که در اصل درست نیست. این هم اذیت یک حیوان است و هم از روی شریعت این همچون یک عیب هم میشود. آره با این گناهگار نمیشود که اون رو قربانی کنید، اما این یک بیرحمی هم هست، خصوصا در زمان حاضر در عصر 21 هزار یک نمود نشانه ها هست، یک چیزهایی که میچسبونن یا یک نمود رنگ میکنن یا یگان چیز دیگر که به بریدن گوشت هم میشود که کاش چوپان ها به این اهمیت میدادن. پس وقتی گفتیم قربانی شما باید خراب نباشد و از حیوان های نباشد که به فروش نمی رود یا از روی ناچاره قربانی کنید، یا گفتیم در پایش، در چشمش، در گوشش یا در دیگر اعضای بدنش یگان بیماری باشد. و اینجا وقتش هم هست. یعنی خواهران عزیز این مسئله مهم است، چون بعضا می شود که شما یکم روز قربانی نمی کنم، شرایطم نیست میگوید، دویم روزه که پروردگار به قلب شما می اندازد یا یک شرایط پیدا میکنید که می توانید، پس دویم روز هم به حضور شما می توانید قربانی کنید. در نزد جمهور علما یکم روز، دویم روز، سوم روز عید تا فرو رفتن آفتاب ما وقت داریم. یعنی به حضور در 3 روز می توانید، شب است روز است فرق نمی کند، قربانی کنید. اما به یک چیز اهمیت می دهیم که بعضا از روی جهل مردم این رو انجام می دهند، قربانی رو روز عرفه بگاهی می کشند که مردم از نماز آمده، خصوصا آنهایی که ماتم دارند، برای عید شبش می کشند که مردم از عید بیایند و شربا نوشند، که این رو پیامبر گفتن عید از نو بکنید. حدیث در صحیحین است که وقتی که صحابه ابو برده بودن خطا نکنم قربانی میکنن و اون هم پیش از نماز عید سحری بر وقت، پیامبر میگن از نو کن. وای فقط گوشت هست و یگان عبادت نیست. یعنی روز عرفه قربانی کردن یا سحری 4 خسته قربانی کردن قربانی حساب نمی شود. وای فقط گوشت است برای خانواده. اما قربانی که همچون عبادت است و همچون واجب است، اون قربانی هست که بعد از نماز عید، بعد از اینکه مردم نماز عید رو خوانده شدن، شما قربانی میکنید. اما گفتید من در یک شهر دور هستم، در یک دهه دور دست هستم، در اینجا اصلا نماز عید نیست، مثلا در خارجه هستم یا چیز دیگر، در اینجا می توانید بعد از نماز بامداد و بهترش برای از شبهه ها دور شدن پس از آفتاب برآمدن قربانی کنید. پس قربانی حتما بعد از نماز عید شروع می شود وقتش و دوام می کند تا بگاهی 3 روز عید. و عجیبش این است که خواهران عزیز وقتی گفتیم قربانی و پروردگار میگه و اطعموا القانع والمعتر فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر در آیت دیگر، یعنی از قربانیتون بخورید و حتما از آن بدهید برای بیچارگان، محتاجانی که شما میشناسید و محتاجانی که عموما نمیشناسید. مهم به آنهایی که غم بغل هستند و در اطراف هستند، از حد حالشان بد است و آنها از آن بدهید. و قربانی کردی و به یگان غم بغل ندادی، فقط خودت پختی و خوردی، در نزد تمام علما این گناه است، چون آیت امر کرده ایستاده است که شما قربانی کنید، بخورید و از آن به غم بغلان بدهید، به غم بغلان بدهید. و غم بغلایی که اومده خودشون از شما میپرسند یا نمیپرسند، مهم به آنها غم بغل را میشناسید بدهید. به بایها دهید، هم همچون حق همسایه، همچون حق خویش تباری باقی ندارد. این یک صله رحم می شود. و حتی بعضی صحابه با کافر دادنش را هم گناه نگفتن که این همچون زکات نیست، می توانید به همسایه هم بدهید، یعنی اگر مسلمان نباشد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم شخصا خودشون از 3 روز زیاد قربانی در خانه بودن را منع کردن و در این باره حدیث خیلی زیاد است، در صحیحین هم هست، در دیگر کتاب ها هم هست. ولی علما میگن این همچون یک عملی مستحب، یعنی بهترینش این است که قربانی رو ذخیره نکنی، خوری و به غم بغلان دهی. اما اگر کمی رو خوردی، کمی رو تقسیم کردی، کمی رو ذخیره کردی، هم گناهگار نمیشوی. برای آنکه پیامبر وقتی گفتن از 3 روز زیاد کسی قربانی رو ندارد، سال آیندهش گفتن الان میتوانید هم خورید هم ذخیره کنید
هم صدقه کنید. سال گذشته از اینکه مردم زیاد در قحطی بودند، من گفتم برای آنها کمک کنید. یعنی شما میتوانید هم ذخیره کنید، هم خورید، هم از آن بدهید و دادن حتمی. اگر گفتید من تماما همش رو میدیم خوب است، همش رو ذخیره میکنم خوب نیست، برای آنکه حتما باید از آن داده شود. و قربانی رو کلان خود خانواده، خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم این از نام من و از خانواده‌ام، از نام تمام امتانم گفته قربانی کردگی هستند. کلان خانه قربانی میکند، مثلا پدر یا اینکه فرزندی کلانی پدر نباشد. و گفتم زنها هم میتوانند قربانی کنند که این عبادتی هست که برای نزدیک شدن به الله انجام میدهیم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند با وزن شاخهایش و با تار مویهایش و حتی با استخوانهای زیر پایش یا تقه هایش که به پایش میزنند، با همه این روز قیامت او اجر و ثواب میگیرد. و این یک نمود خودش هم قربانی است. و پروردگار گفتن که من به خاطر تو از بحر مالم برآمدم، من به خاطر تو پول صرف میکنم، من به خاطر تو یک حیوان که میدانید حیوان همیشه قدرش با خودش هست، اصلا حیوان یعنی پرتاب و بی ارزش نمیشود، چیزی هست که قیمت و نرخش در خودش همیشه باقی میماند. میگوید پروردگار رو برای تو من این رو در این روزها خون میریزم. این عبادتی هست که بهترین عبادت است در روز نحر و البته بهترین وقتش یکم روز عید بعد از نماز عید است. لیکن اگر دویم روز هم خیلی گفتیم کردیم، سوم روز هم کردیم می شود. و من همین روز به حدیث دیگر یکم توجه کردم که حضرت علی بعد از مرگ پیامبر 2 گوسفند میکشتند. یک تاش میگفتن از نام خودم، یک تاش از نام پیامبر. و در بعضی روایت ها آمده است که گویا پیامبر وصیت کرده بودند که پس از مرگم هم حتی از نام من قربانی کن. یعنی اینقدر ثوابش کلان بود که پس از مرگم هم قربانی کن. برای همین بعضی علما میگویند با که ندارد اگر شما یک قربانی رو از نام یگان پدرتان یا یگان آدمی مرده نزدیکتان کنید. بعضی علما میگن نه، بهترش فقط ثواب آن را که خداوند شریک کند بگوید، اما از نام مرده نکنید. ولی به هر حال حدیث درباره اون که حضرت علی 2 تا را یکی از نام پیامبر میکشتن که گویا پیامبر وصیت کردن هست و ثواب به ثواب آن اهل بیت را شریک کردن هم میشود. ولی گفتم بهترینش این است خیلی که پیامبر 2 گوسفند کشتن. ما این عبادت را فتیبو به نفسن میگن با خوشحالی که خداوند این یعنی خون ریختن ما رو اصلا بی پاداش نمیماند، بی برکت نمیماند. و این عملی که ما به خاطر الله کردیم و هر یک توی طور موی آن حیوان ما ثواب میگیریم. وقتی انجام دادیم باید به یگان بخیلی کردن، به یگان بهانه جویی کردن، چیکار کنم و نکنم انجام دهیم. و چیزی دیگر خواهران عزیز این است که آیا میتوانیم کسی رو وکیل گیریم، خصوصا آنهایی که میگویند در جای ما قربانی کردن خیلی دشوار است یا قانونا منع است یا یک شرایط داریم که علاج قربانی یافتن. البته وکیل گرفتن کسی می شود. مثلا در حجة الوداع پیامبر صلی الله علیه و سلم 30 شتر باقی مانده رو به حضرت علی داده بودند که تو آنها رو قربانی کن. 30 بود یا شاید رقمش رو خطا گفته ایستاده باشم، یعنی یک نفر رو تو از نام من قربانی کن گفته می شود. و این چیز معروف بود، یعنی در زمان پیامبر هم بود که بعضی ها قربانی خود را میفرستادن. شما میتوانید به یک نفر بگویید از نام من قربانی کن، ولی به یک چیز دقت میدیم خواهران عزیز، این چیز خیلی مهم است که نیرنگ نشود، یعنی حیله نشود. چرا؟ من پیشتر هم گفتم که بعضا میشود که در جای شما قربانی خیلی گران است، در دیگر جا خیلی ارزان. شما برای پولی زیاد ندادن، پول دارید، اصلا شرایط دارید، با یک کم پول در دیگر دولت ها مثلا افریقا با 90 مثلا دلار یا 100 دلار قربانی میکنید و میگید در جای خودمون 400 دلار است، من این رو نمیکنم. یعنی در حالی که پول دارید. اگر گفتید من هیچ پول ندارم، خیلی پولم کم است، از نبودن حداقل در دیگر دولت باشد هم کنم، اینجا پروردگار با خبر است از نیت شما. اما نه مخصوص برای اون که اینجا گران است یا قیمت‌تر است من میخوام در یک جای ارزان کنم که پولم به خودم بماند. این یک نیرنگ است که یعنی این گونه در عبادت نیرنگ کردن کار خوب نیست. و وقتی
حضرت عایشه صدقه میکردند و بالای خلطچه ها رو میبستند که خودی پور بر این شود. پیامبر میگفتند نکنین رو، نبند که خداوند هم به تو میبندد. یعنی در مسئله صدقه، خصوصا در مسئله عبادت ها، نباید به یگان حیله و نیرنگ راه بدهیم. این بود خواهران عزیز خیلی کوتاه و مختصر درباره دهه ذوالحجه و احکام قربانی که تا توان برایتان کوتاه کردم. الان نصیب کرده باشد چه خیلی گفتیم یا روز یک شنبه یا دوشنبه یکم ذوالحجه داخل می شود، پروردگار به عبادت های این 10 روز که در دیگر دوام سال این روزها را ما یافته نمی توانیم و به قربانی کردن برای خودش و در این روز خالصانه عبادت کردن را برای ما نصیب گرداند. آمین یا رب العالمین.